ولا مردم میگن که مولوی متوکل بسیار اماما را دو دشنام میده. خب مردم میگن. و با تأسف که علمای کلان هم دیدیم که نسبت ها را کرده. علمای کلان الله بر سرشان رحم بکنه، الله برشان هدایت نصیب بکنه. اگر تو در مورد ما چیزی را گفتی شاید صدها نفر از ما نعوذ بالله بدبین شوه و متنفر شوه و این سبب گمراهی یک آدم شوه. عاملش تو بوده. چرا؟ به خاطر که تو بد معرفی کردی. خیر است شخصی که دمو فیسبوک برای دشنام میده، دشنام ندی، بد نگوی. مذهب کنارا، مذهب گندخانه. نعوذ بالله نعوذ بالله. چرا میگه میزنی؟ این کدام کلمات است؟ این کدام زبان است که تو مذهب اینطور میگی؟ این کی برات اجازه میده؟ مذهب اینطور است. مذهب کلی گپاش خراب است. در مذهب به هزارها مسائلش قرآن و حدیث است. شده میتونه، عالم است، مجتهد است. کسی معصوم نیست غیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خطا شده، خطای از اون معاف است، الله برش یک اجر داده. تو باز از او چی جور کردی؟ کدام کلمات تو نوشته کرده ای؟ در کامنت باز بعد از او قطعی دنبالی نامت سلفی نوشته کرده ای. تو به سلفیت چی خدمت کردی؟ راست تا بگو. چقدر دشنام توسط همین کلمات زشت تو به سلفیت داده شده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پدر و مادرتان دشنام ندید. صحابه ایران میمانه اینطور کسی پیدا میشه که به پدر و مادر دشنام بده؟ تعجب کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان صحابه را پدر و مادر دشنام دادن چی است؟ تو پدر و مادر دیگه کسی دشنام میدی؟ هم دشنام به پدر و مادرت میده. دشنام در حقیقت کی داد به پدر و مادرت؟ تو دادی، تو عامل شدی، تو باعث شدی. امروز که هر عیب و نقصان به این منهج پاک سلفیت زده میشه از دست تو است. تخریب تو کرده و در روز قیامت جواب داده نیست. الله سبحانه و تعالی از پیشت سوال میکنه. این لکه ها را در دامن پاک سلفیت نزنید. شکایت تلفن زده میشه مولوی صاحب اینجا یک سلفیت است، سنت نمیخوانه، کلی سنت ها را چی میگه؟ سنت است نمیخوانم. به الله قسم تو سلف نشناخته ای؟ به یک نوشته کردن کلمه موحد و کلمه سلفی تو سلفی نمیشی؟ تو یک دفعه منهج صحابه را تابعین تابعین مطالعه بکن که از وا مستحبات ترک میشد یا نیکی وا تو وار سنت های مؤکد و رواتب ترک میکرد. کدامیش هم میکرد؟ محضی به دست گرفتم در اینجا خلاص من سلفی شدم. از این که کارای کلان گپای کلان وجود داره، گپای کلان وجود داره. نزنی ضربه نظری دعوت حق در شان او علمایی که شبا را صبح کردن کتاب در حالی که کاغذ موجود نبود، قلم موجود نبود، در بندیخانه ها کتابا نوشته کردن. در شان اموتور علمام تو گستاخی میکنی، بیادبی میکنی. باز خدا سلفی پخته معرفی میکنی. 4 دانه نعوذ بالله جوانی بی ادب پیدا میشه، به دامن سلفیت لکه میزنه، سخنای غلط میگه، کارای غلط میکنه، خدا منصوب باز به سلفیت میکنه. مردمای دیگه امو یک نفر دیده کلگی را سرش قیاس کرده رایسته و کلگی امو طور میگه. عاملش کی بود؟ تو. یک کسی که او تصمیم گرفته آمده تو را دیده حرکاتی تا یک برادر سلفی را خوب دیده که حرکات خوب داره، لیکن تو را که دیده ترک ده، ابی را ترک ده. در روز قیامت جواب نمیدید به پیش الله سبحانه و تعالی که آدم حق نپذیرفت به خاطر عملی تو؟ سببی گمراهی از تو انسان شده بودی؟ چرا فکر نمیکنی، نمیاندیشی؟ كل الذي يرجو